با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته بر رشد اقتصادی سبز که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند، همچنین در اساس دستور و سپارش‌های بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت پرره تامین نمودن پارک‌های نقلیاتی شهر دوشنبه با الکترومبیل‌ها و کنسپسیای گذاشتن به نقلیات برقی تا دوره سال 2026 در پایتخت مملکت باز یک شرکت کرایه‌کش تاکسی به فعالیت شروع نمود. طبق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت، جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی اقدام گرفت که نقلیات برقی خریداری کند و فعالیت خود را در سمت مسافرکشان تاکسی در شهر دوشنبه و شهروندان و مهمانان پایتخت عزیزمان با نرخ‌های دسترس خدمت رساند. در رسم رونمایی الکترومبیل‌های شرکت، معاون رئیس شهر دوشنبه سعیدزاده فردوس، رهبریت جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی و ریاست بازرسی دولتی اتومبیل اشتراک داشتند. قید کرده شد که اکوتاکسی همچون شرکت وطنی هدف اساسی خود را بهر تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت گزارش به اقتصاد سبز از جمله تطبیق استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 روانه نموده با شرکت GAC موتور اینترنشنال لیمیتد جمهوری خلقی خیتای شرطنامه عاید به خرید 2000 عدد واسطه نقلیات اتومبیلی برقی تمغه آیون برای خدمترسانی نقلیاتی مسافرکشان تاکسی در شهر دوشنبه به انجا رسانید. عین زمان در مرحله یکم 400 عدد آن به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده برای خدمترسانی آماده می باشند و باقی مانده باشد در دوام سال مرحله به مرحله به جمهوری وارد خواهند گشت. در دایره همکاری‌های بین جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی و شرکت GAC موتور اینترنشنال لیمیتد جمهوری خلقی خیتای در زمینه پارک تاکسی جمعیت همچنین مرکز خدمترسانی واسطه‌های نقلیات اتومبیلی برقی تأسیس داده می شود تا تعمیر و خدمترسانی به واسطه‌های نقلیات برقی را تامین نماید. واسطه نقلیات اتومبیلی برقی تمغه آیون مخصوص برای خدمترسانی تاکسی استحصال شده با کامراهای مشاهدوی، GPS و نشستگاه‌های مخصوص برای کودکان مجهزند. این شماره واسطه‌های نقلیات اتومبیلی به جمهوری تاجیکستان وارد شونده در سمت مسافرکشانی داخلی شهری استفاده گردیده به شهروندان و مهمانان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه خدمت اعلی صفت خواهند رساند. باید تذکر داد که اقدام مذکور بهر تشکیل جایهای نوی کاری زمینه گذاشته در آینده شماره کوتاها نیز در این سمت زیاد کرده خواهند شد. اطلاع داده می شود که با مقصد گزارش به اقتصاد سبز، تطبیق باثمر برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان و با طلبات‌های بین المللی مطابق نمودن تنظیم واسطه‌های نقلیات برقی، من بعد استفاده نقلیات‌های برقی طریق رقم‌های به قیدگیری دولتی رنگشان سبز به راه مانده می شوند. طبق سندهای معیاری حقوقی عملکننده агенти стандартизация, метрология, сертификация و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تغییرات به استاندارد دولتی از 2 اپریل سال 2024 در وقت به قیدگیری دولتی در بازرسی دولتی اتومبیلی با واسطه نقلیات برقی شخصان حقوقی واقعی ناواسطه از شکل مالکیت چنین رقم‌های تگرنگ ثبت داده می شود. با نظر داشت گفته‌های بالا، ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تمام استفاده برندگان واسطه‌های نقلیات برقی توصیه می‌دهد که از رقم‌های قید دولتی رنگشان سبز استفاده نمایند.